الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. الله سبحانه و تعالی می فرماید: گوشت و خون این شتران به خدا نمی رسد، آن چی به او می رسد پرهیزگاری شماست. همچنین آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آن که هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را مژده ده. بله برادر و خواهر عزیزم، این مالی که ما قربانی میکنیم گوشت آن به خدا نمی رسد، یعنی خداوند محتاج این گوشت نیست. ما بندگان محتاج هستیم، ما بندگان محتاج این گوشت را داریم، ولیکن خداوند به آنچه که ما احتیاج داریم باز آن را سببی اجر گرفتن، سببی ثواب گرفتن ما می کند. آن مالی که به قربانی می آوریم و از گوشتش به یار و دوستان، کمبغلان، همسایگان، خویشاوندان می دهیم، از این ما ثواب می گیریم. یعنی خداوند این را یک سبب گرفتن ثواب بر ما قرار داده است. یعنی این هم یکی از نعمت‌های پروردگار است. در دوام آیت خداوند می گوید که آن چی به او می رسد پرهیزگاری شماست. همچنین آنها را رام شما ساخت، یعنی خداوند این حیوانها را بر ما رام کرد و آنها سبب شدند برای دوام دادن حیات و زندگی ما، تا خدا را به شکرانه آن که هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید. درباره این همه نعمت‌ها ما باید فکر کنیم چقدر بر ما نعمت‌های بزرگ عطا کرده است. ما باید شکرگزار و شکرانه الله را بسیار بگوییم. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ عملی را فرزند آدم در روز عید قربان انجام نمی دهد که نزد خدا دوست داشته ترین باشد از قربانی کردن، و این قربانی او روز قیامت با شاخها و مویها و ناخنهایش آورده می شود. یعنی قربانی او بی کمبودی و با پوره آورده می شود و خون این قربانی پیش از این که بر روی زمین بریزد در نزد الله تعالی قبول می شود. پس در قربانی کردن کوشش و تلاش کنید. روایت ترمذی و ابن ماجه. خوش به حال آن شخصانی که کوشش کردند، تلاش کردند و قربانی امسال را به جای آوردند. خداوند از آنها بپذیر. خداوند این قربانی آنها را بپذیر و اجر و ثوابش را خودت بده. و آن برادرانی که شرایط قربانی کردن نداشتند، خداوند خودت بر آنها شرایط بده که در سالهای آینده این قربانی را به جای آورند و ثواب و پاداش این قربانی را بگیرند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. أضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات.